انشالله. سلامتی تان. شما هم از این منطقه است؟ یوتیوب و در صفحات فیسبوک تعقیبتان میکنیم. واقعا از خبرایی که برای مردم میرسونید ممنون شما. الله اجر جزیل نصیبتان بکنه. با عزت باشین. ما اگر چیز از دست ما نمیاد اقل یک دقیقه اگر یک وطندار ما که ما تابش دیگه شو از تشویشا امین به ما کلان گپ است. در اصل از ولایت بدخشان هستم. اینجا دوره لیسانس می دانشگاه کابل 15 شرعیات خواندم الحمدلله. درس میخوانم. بله اونجا فعلا اتاق دارم اونجا. دیگه درس آنلاین دارم، خارج از کشور تدریس میکنم. یک صفحه مخصوصا به نام صفحه رسمی قاری ظهورالله رسولی دارم. یگام تقاریر اسلامی هم الحمدلله میکنیم و خاصی ما از هموطنایی است که تعقیب بکنن و ما را دنبال بکنن. انشالله تشویق شیم بیشتر سخنهای جالب، سخنهای شرعی و اسلامی را به گوش هموطنان برسانیم انشالله. خداوند اجر نصیب بکنه شما را. گفتین آنلاین تدریس میکنین به کدام کشورها و چی تدریس میکنین؟ 18 کشور تدریس میکنم. چند اساتید دیگه هم دارم الحمدلله. دیگه امریکا هست و هلند است و جرمنی هست، ایران است، پاکستان است. دیگه الحمدلله خودم حافظ قرآن است. من شکر الحمدلله. و دیگه که علوم شرعی تدریس میکنم. دیگه به زبان انگلیسی، پشتو، دری الحمدلله تکلم میکنم. افتخار ماستین. سلامت ببینین که یگان گپکای تال بالا به مردم ما گفته میشه این از کجا و کجا دامینجا، ولی اتق بسیار ما را ضعیف و ساده فکر نکنین. ما هم داریم این رقم شخصیت ها که آنلاین این در کجا و کجا درس میتن. این کلان افتخار است. سلامت باشید. خوشحال شدم که دیدم. واقعا ما این روزم میپالیدم. من اینجا میگذاشتم گرچه زمانی که شما را دیدم گفتم باید ما با اینا هم صحبت شوم. دیگه من اینجا اتاق دارم. همین پیشین فعلا هم میمون ما باشین. ما تا هنوز غذا هم نخوردیم. دیگه جای کار داشتم آمدم اتاق، یک چیزی کار داشتم بیرون آمدم. این همین اتاق است. بسیار خوب برات میخوایم. جالب است که خودش مسافر است از ولایت فاریاب گفتی. بدخشان از بدخشان در کابل و از اینجا آنلاین درس میده. او بیادر امی رفیقای ما که تنبل هستن خدا تکان بده، خدا برسونه. انسان زمانی که خدا رسان بگو میشه کسی پیدا شوه. ما ان شاء الله به خدمت هستیم. بسیار تشکر استاد بزرگوار. خوش باشید. اینا افتخارات وطن. مسجد جامع جمال مینه یکی از مسجدهای قدیمی